سلام دوستان، هانا هستم، سازنده استراتژی پینتبال. توی این ویدیو میخوام یک پراپ دیگر رو بهتون معرفی کنم و شرایطش رو با پراپ هایی که تا حالا در ویدیوهای قبلی بررسی کردیم مقایسه کنم. اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدین پیشنهاد میکنم اونها رو هم ببینید تا بتونید برای انتخاب یک پراپ با توجه به شرایطی که براتون مهم هست بهترین رو انتخاب کنید. پراپی که انتخاب کردم یک پراپ خارجی هست به نام FTMO که دفتر مرکزیشون در جمهوری چک شهر زیبای پراگ هست و آدرسشون و مشخصاتشون رو میتونید توی سایتشون هم ببینید. سایتشون همونطور که میبینید ftmo.com هست و بریم ببینیم که چه شرایطی داره این پراپ و چه پکیج هایی رو به ما ارائه میده. ما در ابتدا باید توی این سایت رجیستر بشیم یا ثبت نام انجام بدیم. در قسمت نیو رجیستر که بزنیم شما باید این مشخصات رو پر کنید و همونطور که میبینید در قسمت کانتری شما کشور ایران رو نمیبینید و نشون میده که این پراپ با ایران کار نمیکنه و هیچ خدماتی رو به کلاینت های ایرانی نمیده. بنابراین شما میتونید از یکی از آشنایانتون که در خارج از کشور قرار داره و میتونه به شما یک آدرس دقیق و یک پستال کد و یک تلفن بده استفاده کنید و توی این سایت رجیستر بشید. البته که در زمان رجیستر شدن از شما فقط کشور رو میخواد، ولی در زمانی که شما میخواید پراپ رو خریداری بکنید باید تمام اون مشخصات رو که گفتم وارد کنید و اگه اونها نباشه نمیتونید این کار انجام بدید. خب من قبلا توی این سایت ثبت نام کردم و از یکی از دوستانم که در کانادا هستن پستال کد و آدرس و تلفن گرفتم و ایشون خیلی لطف کردن و کمک کردن و من تونستم توی این پراپ ثبت نام کنم. زمانی که ثبت نامتون کامل میشه لاگین میکنید و وارد صفحه شخصی خودتون میشید و مثل بقیه پراپ ها یک پروفایلی رو در اختیار شما قرار میده و زمانی که وارد سایت میشید، وارد پروفایلتون میشید، 2 تا فایل رو در اختیار شما قرار میده به صورت PDF و توی اولین فایلش به شما توضیح میده که اگر پراپ رو خریداری کردید و به هر دلیلی انصراف میخواید بدید و پشیمون شدید میتونید تا قبل از 14 روز کاری درخواست انصرافتون رو اعلام کنید، اما به شرط اینکه پوزیشنی باز نکرده باشید و حساب دمو رو آغاز نکرده باشید. در این صورتی که شما میتونید کلاً پراپ رو پس بگیرید و پولتون رو پس بگیرید و هیچ مشکلی تا قبل از 14 روز نداره. پس زمانی که شما هنوز حساب دمو رو شروع نکردین و هیچ تریدی باز نکردین این امکان رو دارید که حداکثر ظرف 14 روز کاری انصراف خودتون رو از خرید پراپ اعلام کنید. و یا اینکه اگر در اجرای قراردادتون مشکلی پیش اومده باشه شما میتونید با شرکت توسط ایمیل ارتباط برقرار کنید و مشکل خودتون رو در میون بذارید. خب بریم سراغ چالش ها و شرایط پاس کردن اونها. همونطور که میبینید در قسمت تریدینگ اکانت کارنسی 7 تا ارز وجود داره که شما میتونید اکانت خودتون رو با هر کدوم از اینها باز کنید. در قسمت ریسک مود 2 قسمت نورمال و اگریسیو وجود داره و تفاوتی که این دو مود با هم داره اینه که اگه شما حالت اگریسیو رو انتخاب کنید و تریدری هستید که با ریسک بالا ترید میکنید شما تا پکیج $100,000 میتونید انتخاب کنید. اما اگه حالت نورمال رو انتخاب کنید و تریدری هستید که با ریسک نورمال ترید میکنید میتونید تا پکیج $200,000 رو هم خرید بکنید. در قسمت اکانت تایپ 2 مدل داریم، یکی اکانت FTMO هست و یکی اکانت FTMO سوینگ. تفاوتی که این دو اکانت دارن در اینه که زمانی که شما حالت حساب سوینگ رو انتخاب میکنید اجازه اینو دارین که در زمان خبرها ترید بکنین و میتونین پوزیشن های خودتون رو در هفته های بعد هم نگه دارین. اگر که تایم بالا ترید کرده باشین و پوزیشن خودتون رو میتونید از یک هفته تا هفته بعد هم نگه دارین. تفاوت دومش اینه که در حالت سوینگ لوریج شما 1/30 هست، در حالی که در حالت اول لوریج شما 1/100 هست و در زمان خبر نمیتونید ترید بکنید و پوزیشن های خودتون رو باید در انتهای هفته ببندین. پلتفرم هایی که این پراپ ارائه میده MT4, MT5 و CTrader هستش که شما با توجه به علاقه خودتون میتونید یکی از اینها رو انتخاب کنید. در زمانی که میخواید پراپ رو خریداری بکنید باید یک سری مشخصاتی رو اینجا ارائه بدین که
همونطور که گفتم نیاز هستش که شما پستال کد، فون نامبر و شهر و کشور و استان خودتون رو در یک کشور دیگه غیر از ایران ارائه بدین. زمانی که فرم رو پر میکنید و شرایط رو میپذیرید و این تیک ها رو میزنید، قسمت Confirm and Proceed Payment رو میزنید و میرید برای قسمت پرداخت که شما در قسمت پرداخت میتونید توسط تمامی کارت های بین المللی پرداخت داشته باشین یا توسط کریپتوکارنسی میتونید پرداخت و حتی برداشت خودتون رو انجام بدین. همونطور که میبینید ارزهایی که ساپورت میکنه ارزهای بیت کوین، اتریوم، تتر، لایت کوین، سولانا، ترون و غیره هستش و با هر کدوم از اینها میتونید با ولتتون پرداخت یا برداشت رو انجام بدین. تفاوت مهمی که این پراپ با بقیه پراپ ها داره و از نظر من اونو متمایز میکنه نسبت به بقیه اینه که برای پاس کردن مراحل اول و دوم چالش هیچ زمان خاصی در نظر گرفته نشده و همونطور که میبینید اینجا در قسمت تایم آنلیمیتد زده و شما هیچ زمانی رو نمیبینید و شما تو هر زمانی که بخواین میتونین بدون اینکه استرس اینو داشته باشین که مدت زمان چالش داره به پایان میرسه میتونید با رعایت همه قوانین پراپ به تارگت مورد نظرتون برسین و این به نظر من یک آرامشی رو به تریدر میده که میتونه با خیال راحت و با آرامش ترید خودش رو ادامه بده و نگران این که در چه مدت زمانی قراره به تارگت برسه نباشه. نه در مرحله اول و نه در مرحله دوم هیچ محدودیت زمانی برای رسیدن به تارگت مشخص نشده و به نظر من این یکی از نقاط قوت این پراپ هست که میتونه اونو از پراپ های دیگه متمایز کنه. در مرحله اول مینیمم تریدینگ دیز یا حداقل روزهای معاملاتی 4 روز هست و ماکسیمم درآدان روزانه 5% و ماکسیمم درآدان کلی 10% هست و تارگتی که باید در مرحله اول بهش برسین 10% و مبلغ این پکیج $200,000 هم 1080 یورو هست. در مرحله دوم همونطور که گفتم محدودیت زمانی برای رسیدن به تارگت نداریم. حداقل روزهای معاملاتی 4 روز، حداکثر درآدان روزانه 5% و حداکثر درآدان کلی 10% هست و تارگتی که باید تاچ کنید 5%. و بعد از پاس کردن این دو مرحله به صورت اتوماتیک برای شما نوتیفیکیشن میاد و مشخصات اکانت حساب ریل برای شما فرستاده میشه که در اکانت ریل هم باید این قوانین درآدان روزانه و درآدان کلی رعایت بشه و در زمانی که درخواست اولین پرداخت سود رو میدید کل مبلغی که بابت خرید پکیج پرداخت کردین به صورت کامل بهتون ریفاند یا پرداخت میشه. میتونید در قسمت‌های مختلف سایت بچرخین و اینسترومنت هایی که ارائه میده رو ببینید و قوانینش رو به صورت کامل مطالعه بکنید. تعداد سوالاتی که پرسیده شده در قسمت سوالات متداول خیلی زیاد هستش و اگه من بخوام همه اینها رو در این ویدیو توضیح بدم ویدیو خیلی طولانی میشه. باید همه‌شو خودتون مطالعه بکنید. این قسمت که در حالت Can I Trade News هستش یعنی ترید خبری هستش، خبرهای مهمی که شما نمیتونید در حالتی که اکانت ساده رو انتخاب میکنید باهاش ترید بکنید رو نوشته. خبرهایی که مربوط به دلار هست، خبرهای مربوط به یورو، پوند، دلار کانادا، دلار استرالیا، نیوزلند و فرانک سوئیس، خبرهای مهمی که رنگ قرمز دارن در تقویم‌های اقتصادی که منتشر میشن. شما 2 دقیقه قبل و 2 دقیقه بعد از خبر نمیتونید پوزیشنی داشته باشید و حتی تک پرافیت و استاپ لاستون نباید توی اون 2 دقیقه فعال بشه. و اگر که این اتفاق بیفته شما قوانین رو نقض کردین و حساب ازتون گرفته میشه. در این قسمت هم نوشته که زمانی که من چالش ها رو پاس کردم باید چیکار بکنم. نیازی نیست که شما کار خاصی انجام بدین و زمانی که چالش رو پاس کردید ما به صورت اتوماتیک نوتیفیکیشن رو برای شما ارسال میکنیم و شما میتونید حداکثر ظرف مدت 1 تا 2 روز کاری اکانت جدید خودتون رو دریافت کنید. برای برداشت سود مشخصاتی رو ارائه داده که من اینجا براتون توضیح میدم. در حساب FTMO به صورت پیشفرضش روی ماهانه هست، یعنی اینکه شما اگر که تنظیمات رو تغییر ندید فقط میتونید در انتهای
ماه برداشت سود داشته باشید. اما اگر که بعد از 14 روز تقویمی شما تقاضا بدید که تقسیم سودتون رو به صورت 14 روزه انجام بدن، شما میتونید هر ماه 2 بار برداشت سودتون رو داشته باشید و اگر که این تغییرات رو اعمال نکنید، همون ماهانه برای شما در نظر گرفته میشه و شما به صورت ماهی 1 بار میتونید سود خودتون رو برداشت کنید. پروسه پی‌آوت هم گفتن ممکنه 1 تا 2 روز کاری طول بکشه و هیچ کارمزدی رو بابت برداشت سود از شما نخواهند گرفت. تقسیم سود هم در این پراپ به صورت 80-20 هست در پکیج های پایین تر و در پکیج های بالای $100,000 تقسیم سود به صورت 90-10 انجام میشه و 90% سود متعلق به تریدر هست. در پروفایلتون شما یک قسمت فری تریال میبینید که یک حساب آزمایشی هست و شما میتونید حالت شبیه سازی شده پراپ رو در طول مدت 14 روز داشته باشین و با بروکرش آشنا بشین. راستی بروکری هم که این پراپ باش کار میکنه خود FTMO هست، یعنی بروکر هم خودشه، شرکت پراپ هم خودشه. متا تریدری که دریافت میکنید با اسم FTMO هست و میتونید در 14 روز یک حساب آزمایشی داشته باشید و به صورت رایگان این چالش رو تست بکنید. خب دوستان، توی این ویدیو من سعی کردم مشخصات مهمی که توی این پراپ نیاز هستش که بدونید رو براتون توضیح بدم. همونطور که گفتم باید توی قوانینش کاملا جستجو کنید، تمام شرایط رو بررسی کنید، همه چیز رو بخونید چون خیلی زیاد هستش و بعد اقدام به خرید این پراپ کنید اگر که تمایل دارید. بازم اگه سوالی هست در قسمت کامنت ها بپرسین و پیج اینستاگراممون رو فالو کنید. من خودم تصمیم دارم که این پراپ رو بگیرم و وقتی که بخوام این کار رو انجام بدم مراحلش رو قدم به قدم با شما در اینستاگرام به اشتراک میذارم. اگر که سوالی باقی مونده میتونید در قسمت کامنت ها بپرسید. امیدوارم روی سود باشین چون وقتی که روی سودین حالتون خوبه.